این طرف اونم خلیج، تمام. این طرف همون کردستانه. کردستان هم یه چیزیست که در 4 مملکتن اینا متصل به هم: ترکیه، سوریه، ایران، عراق. این کردها در وسط این 4 مملکتن، هر قسمتشون در یه جاست و تمامشون هم با هم خویشاوندی قبیله‌ای دارن، چه خاکی طالبانی فرزانه بر این که وارزانی، چه کلهور، سنجاب، فلان. این است که اینها رو عنایت زیادی باید بشد که با ملایمت، با ملاطفت بهتر میتوانید نتیجه بگیرید. و برای جاهای حساسشون هم چریک باید تربیت کنید، برای کوهستان هاتون. امیدوارم انشاءالله چای بیارن برای آقایون انشاءالله که امیدواریم که خب حالا شب اینجا نان پنیر خدمتتون باشیم و